خواستیم با غلام یک واخوری کنیم و دعوا کنیم که اونا را پس بگیریم. ما هم قوه کلان داشتیم وقت در افغانستان و با کدام نفر که ضرورت میشید استفاده برده میتونستیم و او قماندان غلام هم در همه خانه آباد جایگیر بود. صدی روی کاری مصلحت ما کردگی همین با رهبریت همین حزب اسلام و همون کلان سالان در بین ماجرا زندگی میکردگی مردم ماجر تاجیک بودن که اونا صدی همین راه شدن و به ما مصلحت دادن که این کار نکنیم که با خونریزی میشه بین مردم محلی همون خانه آباد و مردم ماجر با مناسبت دیگر بزیب می شود که خونریزی که شد. برای همین نماندن و بعدا چند روز پس فهمیدیم که ملا قلندر پسر شو از همون قماندان غلام چند پول داده با پول خرید از گرفت است و از شرم در بین مردم خانوباد دیگر زندگی کرده نتونست است و به طرف هرات رفته است.